میگویند که نیکوه سنت است. میخوام در این باره مفصل شرطی. به نام خداوندی که به اندازه مهربان و نهایت با رحم است آغاز میکنم. انسان اصلا دو آتش داره، یکی آتش شهوت است، یکی آتش غضب. وقتی که در ایام جوانی باشد و خوف آن را داشته باشد که مبادا برای حرام یا که برای زنا دست زند، در این صورت برای اون نفر زن گرفتن فرض است، یعنی واجب است. و از این معتدل باشد اگر سنت است و از این پایانتر باشد اگر امر استحبابی است. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشان تاکید کردند که اکثر مردم اهل جهنم یعنی دیدم از بدن، یعنی زنهای به شوهر و مردهای به همسر. باید که چی مرد و چی زن و تا لحظه آخر خود جفتی خود را داشته باشد، چون که آرامش مرد به زن است و آرامش زن به مرد است. شرط اصلی نیکو این حضور شاهدان است که یعنی به شاهد حق نیکو کردن ندارد و این چنین حضوری ولی یعنی پرسیدنی سرپرستی اون دختر که باید در این کاری آنها رضایت خود را بتید و انتخاب باشد از جانب چی پسر و چی دختر در اختیار خودی آنهاست. هستند جوانانی که پنهانی از چشم پدر و مادر با دختران ازدواج میکنند. آیا نکاح آنها درست است؟ البته از نگاه دین مبین اسلام وقتی که کس به سن بلاغت رسیده باشد اگر هرچند پدر و مادر هم اگر اجازه ندهند آنها حق نکاح کردن دارند، اما اگر به شرط رفت و پسر و دختر با دیگر برابر نباشند اگر میتونند پدر یا مادر اعتراض خود را بکنند. مهر عروس حق پدر است یا که حق خود دختر است؟ البته مهر میگویند یا اینکه قلین میگویند یا حق شیر میگویند، اصلا در اسلام مهر است. این مهر حق خاصه همون دختر است. یگان کس در این حق مهری او حق دخالت ندارد. اگر رفت این رو صرف کردنی هم شوند به اجازه دختر از نگاه شرعی صرف کردن اشیاءهایی که برای مهر دختر میآید ممنوع است. مقدار مهر عروس چقدر است؟ اقلش 10 درهم است. از نگاه شرعی 10 درهم است. بالاش باشد یعنی حد معین ندارد، چندی که وابسته به حالتی خودی همون شخص عروس شونده یا شخص داماد شونده هر آنچه که برای همسر خود تقدیم میکنند. مردهایی که زن و فرزند خود را سالیان زیاد پرتافته راه مهاجرت رو پیش میکنند یا که به یگان دولت دیگر میروند، در اسلام گفته شده است که اگر 6 ماه همسر خود را نکاح نکنی طلاق میافتد. شما چی میگویید؟ در خطبه نکاحات خوانده می شود که 6 ماه کامل قمری به نفقه مانده غیبه ننماید، یعنی غایب نشود. وقتی رفت اگر زن حق دارد که به دادگاه مراجعت کند و حق جداگی خود را طلب کند. در شرایط فعلی باشد اگر طبق قرار شورای علما سال 2001 4 سال است. وقتی که 4 سال یک نفر همسر خود را میپرتوید میرود و حتی تماس تلفنی هم نمیگیرد، نفقه هم نمیفرستد و صاحب فرزند است، زن میتواند که مراجعت کند با آوردن شاهد و معلوماتنامه از جای زیست و نکاح شرعی خود را فسخ نماید. در قیامت مردی که وظیفه شوهر یا پدری را اجرا کرده نمیتواند چه جزا را سزاوار می شود؟ خداوند منان و پیامبر علیه السلام چی مرد و چی زن را وظیفه هاش از نگاه شریعت معین مشخص کرده است که خصوصا مرد وظیفه دار است که زن را با خوراکه و لباسه و مسکن جای استقامت یعنی آماده سازد. مردی که وظیفه های مردی خود را کرده نمیتواند و زن را با اون وظیفه هایی که شریعت در نزد او گذاشته است انجام داده نمیتواند، حتی شریعت برای اون مرد گرفتن زن را حرام میداند. در کدام حالت ها مرد میتواند همسرش را طلاق دهد؟ وقتی مزاج و طبیعت درست نیامد راست نیامد میتواند جدا شوند، چون که از نگاه شریعت هم زندگی چی از جانب مرد چی از جانب زن مجبوری نیست. مردی که زنش را 3 طلاق کرده است میتواند به خاطر فرزندانش در یک خانه با او زندگی کند؟ وقتی که 3 طلاق اگر به اثبات برسد اگر از نگاه مذهبی خود مخصوصا مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله و مذاهب اهل سنت و جماعت با همراهی او زن حق زندگی کردن ندارد، اما در یک خانه علاهیده میتواند که زندگی کند. عموما مصلحت شما به پایداری عائله و تربیت فرزند؟ انسان چی مرد و چی زن وقتی که همسر اختیار میکند خانه بنیاد میکند باید دور اندیشه داشته باشد. اساس زندگی دو چیز است، باوری و محبت. یعنی زندگی باید با باوری و با محبت باشد و نسبت تقدیر دیگر بی اعتنایی نکنند، بی پروایی نکنند، خواه مرد باشد خواه زن. یعنی زورآوری در عائله نباشد تا اینکه تاثیر آنها در فرزندان نرسند و فرزندان ناسالم به وایه نرسند.